اصلدین شریپوف 36 ساله ساکن دیهه خشتخان جماعت پانغاز نویه اشت و برادر خورده شفقت محمد سردبیر کانال اپوزیسیونی پیام تیوی بعد یکونی ماه استردادش از روسیه بالاخره در سزا یعنی در بازداشتگاه شهر خوجند پیدا کردند. به گفته پیوندانشان به ادوکات میسر شده است که هفته گذشته در بازداشتگاه با اصلدین شریپوف ملاقات کند. اکنون خویشاوندانش تلاش دارند تا برای اصلدین شریپوف به بازداشتگاه لباس و غذا برند. در این باره روز 18 نوامبر سال 2023 از قبل خویشاوندان اصلدین شریپوف رادیوی آزادی خبر داد. وکیل مدافع بعد دیدار او در سزا به خویشاوندانش گفته است هنوز معلوم نیست که حمایت اصلدین شریپوف را به دوش میگیرد یا نه. در تاجیکستان ادوکات‌ها اکثر وقت از ترس چپ گرفتن مقامات به عهده گرفتن پرونده هایی که انگیزه های سیاسی دارند خودداری میکنند. در نتیجه حمایت چنین افراد را مقامات خود با ادوکات‌های دولتی که از خط کشیده مقامات بیرون نمیبرایند میسپارند. این در حالی است که با گذشت بیش از یکونیم ماه از استرداد اصلدین شریپوف تا حال مقامات رسما قضیه او را شرح ندادند و معلوم نیست که او مشخصا به چه عیب دور می شود. اصلدین شریپوف سانه 1 اکتبر سال 2023 از روسیه به تاجیکستان استرداد شد. قرار به تاجیکستان سپردن اصلدین شریپوف را به گفته وکیل دفاع او نینا چتورکووا داستانی نویه تاگیلسکی شهر نیژنی تاگیل ولایت سوردلوفسک صادر کرده است. اصلدین شریپوف از 22 سپتامبر سال 2022 در شهر نیژنی تاگیل در بازداشت قرار داشت. او را بر اساس درخواست مقامات تاجیکستان که این ساکن نویه اش را تحت جستجوی بین المللی قرار داده بودند دستگیر کردند. بر اساس مواد پرونده استردادش در تاجیکستان اصلدین شریپوف را بر اساس قسم دوم ماده 307 علاوه 3 به همکاری با سازمان ممنوع عیبدار می شود. ماده 307 در تاجیکستان برای تعقیب مخالفین و دیگر اندیشان و نزدیکان آنها استفاده می شود. نزدیکان اصلدین اتهامات همکاری او با سازمان‌های ممنوع را رد می‌کنند و می‌گویند که او یگان فعالیت سیاسی نداشت و در روسیه در ساختمان کار می‌کرد. به باور نزدیکانش سبب اصلی تعقیب اصلدین شریپوف برادر او بودن شفقت جان شریپوف معروف با تخلص شفقت محمد سردبیر شبکه تلویزیونی اپوزیسیونی پیام تیوی است.